اگر نرید و عاشق نشید به خودتون خیانت کردید. گاهی اوقات ایجاب میکنه آقا ازدواج نکنید تا 100 سالگی، برو اصل عشقتو پیدا کن. این نیست که هر ننه قمری پیدا بکنی توی کوچه بس کوچه فکر بکنی همونی که تو میخوای، بعدش هم کلی ارتباط و فلان و اینها، آخرش توی دوره 4-5 ماهه به این نتیجه میرسید که با هم دیگه تفاهم ندارید. بچه‌ها میدونین تفاهم یعنی چی؟ تفاهم از 3 تا ت تشکیل شده، اینو به خاطر بسپارید. تفاهم عبارت است از توانایی تحمل تفاوت‌ها. توانایی تحمل تفاوت‌ها، اینو میگن تفاهم. دختره میخواد پسره رو شبیه خودش کنه، پسره میخواد دختره رو شبیه خودش کنه. آره چرا اون روز من بهت گفتم نیومدی؟ نه ببین نه چرا بهت گفتم نیومدی؟ تو چرا این کارو نکردی؟ چرا من اینو خواستم؟ چرا من فلان؟ من اسیر منها شدید. آقا در عشق من نیست. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خان نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، که پزد که وارهاند از نفاق. چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار و تفت. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق یار سوزید از شرر. پخته گشت آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به 100 ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لب ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایش دو من در یک سرا. دوستی کان ز تویی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنیست. دوستی کان ز تویی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنیست. تلفن برمی‌داری همش تو اینو گفتی، آره من اینو خواستم، نه تو چرا گوش نکردی به حرف من؟ بابا این که دیگه دوست داشتن نیست. اینو بدونید فرق دوست داشتن و عشق. این جملاتی که میگم سریع بنویسید، 4-5 تا جمله است، بریم برای 1-2 هفته دیگه خدا بخواد. فرق دوست داشتن و عشق ورزیدن. در دوست داشتن 2 یار به هم خیره میشوند، در عشق 2 یار با هم خیره میشوند. در دوست داشتن 2 یار به هم خیره میشوند، در عشق 2 یار با هم خیره میشوند. فرق است بین به هم خیره شدن و با هم خیره شدن. آنکه میلش در خم ابرو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. روبرو بودن نشان دشمنی است، یار من آن است که در پهلو بود. این جملات رو بنویسید. من 5-6 روز پیش پدرم از دستم رفت، یعنی پدرم فوت شد. بعد خب خیلی دوستش داشتم، استادم بود، سرورم بود، واقعا سرورم بود، واقعا استادم بود، بسیار 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 بهش ارادت داشتم. این مرد از سنین راهنمایی به من میگفت آقای انوشه، یعنی باور بکنید من تا زمان فوت ایشون حسرت شنیدن اسم خودم رو از زبان این مرد داشتم و طوری برخورد میکرد که نمیتونستیم رفتار جاهلانه بکنیم. مثلا میگفت آقای انوشه کی تشریف بردی یا کجا تشریف میبری؟ تو همون سن کم. بعد این وقتی که میگفت یه طوری ما رو قفل میکرد، یعنی اجازه فضولی و بیادبی و اینا نمیداد. یه ویژگی های رفتاری خاصی داشت، بسیار برای من جالب بود. یکی از چیزایی که ازش به خاطرم مونده، نمیدونم خیلی مطالعه میکرد، مطالعات خیلی جالبی داشت و خیلی هم مسلط بود به زبان انگلیسی. ایشون همیشه میگفت ببین بابام خیلی زود دیر میشه. میگفت خیلی زود دیر میشه. این جملهش همیشه تو ذهنم بود.
اینو یادداشت کنید بچه، خیلی زود دیر میشه. آدم احساس نمیکنه، آدم زمان رو احساس نمیکنه. محض رضای خدا بچه حواستون به زمان باشه، خیلی زود دیر میشه. بچه معنی 10 سالو کی میفهمه؟ معنی 10 سال و زن و شوهری میفهمن که بعد از 10 سال تازه طلاق گرفتن و تو این 10 سال با هم جنگ داشتن. بعد از طلاق اینا جنس 10 سالو میفهمن. معنی 7 سالو کی میفهمه؟ بچه هایی که دوره طرح پزشکی رو میگذرونن، اینا معنای 7 سالو خوب میفهمن. معنای 4 سالو کی خوب میفهمه؟ دانشجوی کارشناسی که اخراج شده، به دلیل اخراجش کردن، این معنی 4 سالو خوب میفهمه. معنای 2 سالو کی خوب میفهمه؟ سربازای فراری، سرباز فراری ها معنی 2 سالو خوب میفهمن. معنی 1 سالو کی خوب میفهمه؟ دانش آموزای مردود خوب میفهمن. آدمایی که از کنکور موندن امسال معنی 1 سالو خوب میفهمن. معنی 9 ماه رو کی خوب میفهمه؟ مادری که بچه مرده به دنیا آورده معنی 9 ماه رو خوب میفهمه، نه اون مادری که بچه سالم به دنیا آورده. مادری که بچه مرده ای رو زمان زایمان، زمان وضع حمل به دنیا آورده، این معنی 9 ماه رو خوب میفهمه. معنی 1 ماه رو کی خوب میفهمه؟ آدمای روزدار، روز عید معنی 1 ماه رو خوب میفهمن. معنی 1 هفته رو کی خوب میفهمه؟ سردبیرای مجلات هفتگی معنی 1 هفته رو خوب میفهمن. معنی 1 روز رو کی خوب میفهمه؟ کارگرای روزمزد. معنی 1 ساعت رو کی خوب میفهمه؟ عشاق منتظر. معنی 1 دقیقه رو کی خوب میفهمه؟ از اتوبوس جا مونده ها. معنی 1 ثانیه رو کی خوب میفهمه؟ معنی 1 ثانیه رو کسانی که از تصادف جون سالم به در برده باشن، اینا معنی 1 ثانیه رو خوب میفهمن. معنی 1/10 ثانیه رو کی خوب میفهمه؟ کسانی که در المپیک مقام دوم رو آوردن، اونایی که مدال نقره تو المپیک به دست آوردن، اینا معنی 1/10 ثانیه رو خوب میفهمن. معنی 1 دوست رو کی خوب میفهمه؟ فقط کسی که اونو در یک حادثه از دست داده باشه. این معنی دوست رو خوب میفهمه. حواستون باشه دوستی هایی که پیدا میکنید به این سادگی از دست ندید. گر نبود مشربه از زر ناب، با 2 کف دست توان خورد آب. گر نبود اسب متلالگام، زد بتوان بر قدم خویش گام. گر نبود شانه عاج بهر ریش، شانه توان کرد به انگشت خویش. گوش تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین برآرد دماغ. گر نبود بر سر خوان آن و این، هم بتوان ساخت به نان جوین. گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خویش. این همه بینی همه دارد عوض، و از عوضش گشته میسر غرض. آنچه ندارد عوضی هوشیار، عمر عزیز است غنیمت شمار، زمان از دست ندید. مرحوم پدرم این جمله رو میگفت، خیلی برای من جالب بود. اینو رو یادداشت کنید. گفت همونطور که حضرت موسی علیه السلام 10 فرمان داشت، منم به تو چند فرمان میدم به عنوان یه پدر به پسر. خیلی برای من جالب بود. میگفت منتظر باش اما متوقف نباش. میگفت تأمل کن اما معطل نکن. میگفت سرسخت باش اما لجباز نباش. میگفت صریح باش اما گستاخ نباش. میگفت بگو آره نگو حتما. بگو آره نگو حتما.
بگو نه، نگو هرگز. میگفت صبور باش اما بیخیال نباش. میگفت شتاب کن اما شتاب زده عمل نکن. میگفت بگو برات میمونم، نگو برات میمیرم. اینو هم یادداشت کنید. خوشبختی داشتن چیزهایی که دوست داریم نیست. خوشبختی داشتن چیزهایی که دوست داریم نیست، بلکه دوست داشتن چیزهایی که داریم هست. به دنبال کسی نباش، به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی. به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی. به دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی کنی. این شعر هم بخونم، از خودم تقدیمتون بکنم و برم پی کارم. کسی بیخبر آمد، مرا دست خودم داد. کسی مثل خودم غم، کسی مثل خودم شاد. کسی مثل پرستو در اندیشه پرواز. کسی بسته و آزاد، اسیر قفسی باز. کسی خنده، کسی غم، کسی شادی و ماتم. کسی ساده، کسی صاف، کسی در هم و بر هم. کسی پرز ترانه، کسی مثل خودم لال. کسی سرخ و رسیده، کسی سبز و کسی کال. کسی مثل تو ای دوست مرا یک شبه رویاند. کسی مرثیه آورد برای دل من خواند. من از خواب پریدم شدم یک غزل زرد و یک شاعر غمگین مرا زمزمه می‌کرد. متشکرم.